و طوری که به شما دوستان گفتم و حالا وصل میشیم با آقای نصیر احمد شهیم، آگاه امور عامه و روزنامه‌نگار که با استودیوی رخداد طوری که می‌بینید وصل شدن. آقای شهیم سلام به شما برسه، بسیار خوش آمدین. روزا نماز شما قبول باشه. برای خدا امروز خوش آمدین. متان زیاد ما طوری که شما در جریان هستین، چی در داخل آمریکا و چی بیرون از آمریکا، در کشورهای مثل پاکستان و سایر کشورهای دیگه که ماها منتظر آمدن به آمریکا بودن، همه را نگران ساخته موضوع ممنوعیت سفر است. و متاسفانه که طوری که شما در جریان هستین، در گزارشی که پخش شده از سوی نیویورک تایمز، افغانستان در لیست سرخ قرار گرفته و احتمالاً که این هفته این موضوع اعلام شود. میخوایم بدانم که جزئیات بیشتر در این زمینه نزد شما چی است تا با هموطنان ما شریک کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما آقای محمدی و خدمت همه بیننده های عزیز. با امید قبولی طاعات و عبادات همه وطندارای ما در ماه پرفیض و برکت رمضان. آقای محمدی، طوری که شما در جریان هستین، به تاریخ 21 ماه جنوری سال روان آقای دونالد ترامپ کرسی ریاست جمهوری آمریکا را احراز کرد و در همون زمان طرحی را به خاطر ممنوعیت ورود اتباع چندین کشور به آمریکا او را صادر کرد که به کابینه خود برای مدت 60 روز یا 2 ماه فرصت داد لیست کشورهایی را که به آمریکا وارد شدن اتباع کشورها به آمریکا، امنیت داخل آمریکا را به خطر میاندازه، به دونالد ترامپ ارائه بکنن تا اینکه او طرح امضا بکنه و اتباع چندین کشور شامل او کشورهای شامل شود که نمیتونن ویزه ورود به آمریکا را به دست بیارن و داخل خاک آمریکا شوند، که اخیرا او طرح فعلا تحت بررسی است و قرار است به تاریخ 21 ماه مارچ او به منصه اجرا سپرده شود و از تاریخ 21 مارچ به بعد کشورهایی که شامل او لیست است نتونن ویزای آمریکا را به دست بیارن. بله. و این در بین متاسفانه که در لیست سرخ، طوری که در گزارش نیویورک تایمز ما خواندیم، در لیست سرخ افغانستان برای اولین بار قرار گرفته و ایران هم است در لیست سرخ. این بسیار نگران کننده است. طرح شامل میشه که قسمت سرخ است، نارنجی است و زرد، و کشورهایی که شامل بخش سرخ این طرح میشه متاسفانه افغانستان است، برای بار اول شامل طرح شده. ایران است که در 2018 هم دونالد ترامپ در ریاست جمهوری بار اولش طرح صادر کرده بود و ایران شاملش بود، و در این مرحله افغانستان، ایران، لیبیا، کره شمالی، سومالیا، سودان، سوریه، ونزوئلا و یمن شامل کشورهایی است که در بخش سرخ طرح قرار گرفته. یعنی بخش سرخ به این معنا که اتباع کشورهایی که شامل بخش سرخ طرح میشه به هیچ عنوان نمیتونن که وارد خاک آمریکا شوند و یا ویزای آمریکا را به دست بیارن، چی ویزای سیاحتی است، چی تجارتی است، چی مهاجرتی است و یا چی هم تحصیلی می باشه. و در بخش دوم، بخش نارنجی است که این کشورها، اتباع کشورها تنها در صورت تجارت و یا سرمایه‌دارا و تاجرین کشورها میتونن ویزای آمریکا را به دست بیارن، در صورتی که بخواهند در داخل آمریکا اونا سرمایه گذاری بکنن. و در بخش نارنجی کشورهایی را شامل میشه که آمریکا با اونا پیشنهاد داده که در مدت 60 روز یا 2 ماه آینده بخش‌های امنیتی و اطلاعاتی خود که اونا یک سلسله مشکلات دارن با آمریکا و روابط اطلاعاتی دقیق ندارن، اونا را دقیق و منسجم بسازن و ارائه بکنن به آمریکا تا اینکه از این لیست او طرف شوند. در غیر صورت اگر اونا نتونن که در این موعد معینه نواقص اطلاعاتی و امنیتی خود اصلاح بکنن، احتمالاً شامل بخش به حساب نارنجی و سرخ این طرح شوند. بله، متاسفانه. و بعضا گزارش های پخش شد که به کسانی که در آمریکا هستن موضوع شاگردانی که درس میخوانند و گزارش هایی که از یکی از دانشگاه ها پخش شد که ویزاهای شاگردایی که در بعضی اعتراضات اشتراک کرده بودن هم لغو شده. بله، اینجا دو موضوع است. یک موضوع این است که سالهای قبل، سالهای گذشته، یک تعداد از کشورها بورسیه های تحصیلی آمریکا را به دست آوردن و عملا در دانشگاه های آمریکا مصروف تحصیل بودند که یک تعدادی از اون محصلین متاسفانه اونا تحصیلات خود در دانشگاه هایی که اونا
راجستر بودن ادامه ندادن و اونا سایر مناطق آمریکا سفر کردن و ویزای تحصیلی اونا هم کنسل شد و اونا به شکل غیر قانونی به زندگی خود ادامه دادن. بنابراین این بخش تصمیم داره، خصوصا وزارت امنیت داخلی آمریکا در حال جستجوی آنیده محصلینی هستند که اونا به تحصیلاتشون ادامه نمیدن، ویزای تحصیلی آنها کنسل شده و اونا در سایر نقاط آمریکا مصروف کاروبار و زندگی هستند به طور البته غیر قانونی و بدون داشتن ویزا. بخش دوم یک عده محصلینی هستند که در اعتراضهای جمعی اونا اشتراک کردن و وزارت امنیت داخلی آمریکا طوری وانمود میکنه که اونا مخالفی طرز ها و قوانین زیستی یا زندگی در آمریکا عمل کردن و اونا مخالفی منافع داخلی آمریکا هستند. بنابراین اونا را هم بازداشت و دیپورت میکنن که از جمله چند اعتراضی که به حساب علیه اسرائیل و کسایی بودن که از حماس حمایت میکردن، او اعتراضات کسایی که سهم داشتن و ما شاهدش بودیم که چندین محصل سال گذشته بازداشت و دیپورت شدن و یک محصل اخیراً ویزای تحصیلیش از جانب پانتون کلمبیا کنسل شد. توصیه ما برای محصلینی که اینجا در آمریکا به خاطر دریافت سند تحصیلی و یا به خاطر ادامه تحصیلات آمدن، بهتر است که اونا در اعتراضات و در تظاهراتی که امنیت آمریکا را خدشه‌دار می‌سازه و یا مختل میکنه اشتراک نکنن تا اینکه از همین تصمیم اخیر وزارت امنیت داخلی آمریکا اونا به حساب دور باشن. بله. یک نکته دیگه که سر ممنوعیت سفر صحبت کنیم این است که هموطنان ما بسیار نگران هستند که بالاخره موضوع کسانی که گرین کارت دارن، یعنی کسانی که ویزاهایی را گرفتن در پاکستان، هموطنان ما منتظر هستند یا هم در کشورهای مختلف دیگه. نمی‌فهم اطلاعات نزد شما چی است از وکلای مهاجرت، از دوستانی که کارشناس هستند در زمینه چی گفتن که این ویزاها همش باقت تعلیق میره، یعنی هیچ کسی نمیتونن که سفر کنن؟ خب آقای محمدی، هنوز این طرح نهایی نشده که قرار است تا 21 مارچ طرح نهایی شود و به امضای دونالد ترامپ تا هنوز نرسیده و هنوز مشخص نیست که در این طرح کسانی که آیا گرین کارت دارن و خارج از آمریکا هستن اونا نمیتونن دوباره پس به آمریکا برگردن و کسایی که فرضاً ویزای ورود به آمریکا را به دست آوردن در حدود بیش از 1000 ویزای خاص مهاجرتی یا همون سایوی را فعلا اتباع افغانستان که در پاکستان هستند، در قطر هستند و در سایر کشورها هستند و اونا منتظر انتقال به آمریکا هستند آیا شامل بشه یا خیر، تا هنوز مشخص نیست که کسایی که گرین کارت دارن و یا کسایی که ویزای ورود به آمریکا را به دست دارن آیا اونا نمیتونن بعد از 21 مارچ وارد آمریکا شون یا خیر. این تو هنوز نهایی نشده. خب دور قبل هم وقتی که طرحی که در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ به حساب در حدود 14 تا 15 کشور بود که اتباعش نمیتونستن داخل خاک آمریکا شوند، زمانی که طرح قرار داشت امضا میشد یک سلسله نارضایتی قضات فدرال آمریکا روبرو شد و کشورها از 15 به 8 کشور به حساب پایین آمد یا کم شد. خب احتمال دارد یک سلسله تغییرات به خاطر کم کردن بعضی کشورها یا استثناء قرار دادن بعضی از اتباع بعضی کشورها احتمال داره که تغییراتی به وجود بیاید، اما تا هنوز طرح نهایی نشده، اما طرح توسط کابینه دونالد ترامپ آماده و تنظیم شده تا اینکه به کاخ سفید راه شود و او را دونالد ترامپ امضا بکنه و مریول اجرا قرار بگیره. هنوز نهایی نیست طرح. درست. دقیق تاریخ 21 مارچ دیده شد و همین روز جمعه که بالاخره سرنوشت ممنوعیت سفر برای 41 کشوری که نام برده شده و خصوصا افغانستان چی خواهد شد و بدون شک در رخدادهای آینده دوستان ما رو تعقیب کنن و ما دعا میکنیم که حداقل یک راه باشه برای افغانای عزیز ما، مهاجرین عزیزی که در هموطنهای ما که در پاکستان هستند بسیار به روزگار سخت مواجه هستند و همچنین در کشورهای دیگه مثل آلبانیا، قطر و این کشورها، حتی در ترکیه بسیاری هموطنان ما به کیس هایی که از سوی سازمان ملل انداختن منتظر هستند. یعنی بسیار تعداد زیاد
هموطنان ما چشم برا هستند که انشاءالله یک راه حل پیدا شود. اما جزئیات تازه که بود بدون شک در برنامه رخداد روی صحبت میکنیم و طوری که شما گفتین این تمامش در حال احتمال است. بسیار تشکر از شما آقای شهیم از اینکه آمدین به برنامه. سلامت باشین. بله دوستان، شما صحبت های آقای نصیر احمد شهیم را شنیدید در مورد ممنوعیت سفری که قرار است تا 21 مارس این جمعه دیده شود که چی رخ خواهد داد. جزئیات تازه را طور گفتم با شما دوستان در برنامه‌های آینده رخ داد بدون شک در میان خواهیم گذاشت. بسیار تشکر از اینکه ما را همراه هستین. در کامنت ها نظراتتان را بنویسین، پرسش‌های مشخصی که دارین انشالله حتما در برنامه‌های آینده روی یکایک چیزایی که شما پیشنهاد میکنین برنامه خواهیم ساخت. لطف کردین، مهربان هستین. روزا نماز شما قبول باشه. تا برنامه بعدی رخ داد همتون به خداوند یکتا امانت میکنم. الله یار و مددگارتان.